درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه یک سیما. میهمان برنامه امشب راهبرد جناب آقای دکتر سعید لیلاز، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم. متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید. ممنون از من. آقای دکتر لیلاز، شما در صحبت‌های خودتون در سخنرانی که داشتید اشاره فرمودید که ملت ایران بعد از دفاع مقدس 12 روزه گوهر آزادی رو پیدا کرد و طعم گوهر آزادی رو چشید. مقصود شما از طرح این بحث چیه؟ چه نشانه‌ای شما در این واقعه دیدید که چنین نتیجه‌ای رو گرفتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته این گوهر آزادی رو ما در 22 بهمن 57 شروع کردیم چشیدن طعمشو. منتها نسل جدید خب میگن هر 20 تا 25 سال یه نسل میگذره برای انسان‌ها. نسل جدید که الان نسل سوم انقلاب داره شروع میشه، ممکنه که چون توی این فضا به دنیا اومده و بالیده شده، ممکنه که اون رو متوجه نشده باشه. ولی به لحاظ بین المللی در این 12 روز ما دیدیم که تقریبا تمام کشورهای جهان در حمله به ایران مشارکت کردن، یا زبانی یا عملیاتی. یعنی جنگ ایران به هیچ وجه به جنگ ایران و اسرائیل نبود. جنگ ایران و اسرائیل به علاوه کل ناتو بود بدون تردید. اون دو تا کشور یا کشورهایی هم که فکر میکردیم که ممکنه که به داد که ایران برسن تو این جنگ مشارکتی نکردن به نفع ما. حتی اگر اجازه عبور از حریم هواییشون هم بدن مشارکته در جنگ. و این تنهایی و غریب بودن ایران، غریب با غین، ممکنه در بادی امر خیلی غم انگیز و ناراحت کننده و نگران کننده باشه، ولی در این حال یه کیفی هم میده. یعنی ما یگانه کشور مستقل جهان و بی تعهد دنیاییم در عمل. از هیچ کس اجازه نمیگیریم، از هیچ کس دستور نمیگیریم. میگم فقط کسانی که کشورهای دیگر رو میشناسن، جامعه بین المللی رو میشناسن یا قبل از انقلاب رو دیدن، اینو میفهمن که این چه گوهر نابی است که و ما الان آسیب همین رو هم داریم میبینیم. ممکنه که بسیاری از بینندگان شما، بینندگان محترم شما، یا خیلی از کسانی که بعداً این رو میشنون به من اعتراض کنن، بگن آقا این یعنی چی؟ این که نشد نون آب برای ما. منم فکر میکنم درست میگن، ولی این نون آب دقیقاً مربوط به سیاست‌ها یا سوء سیاست‌ها و سوء مدیریت‌های داخلیه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که شما یه دوگانه آزادی یا نان دارید. میدونید چی میگم؟ و این جوهر اصلی انقلاب اسلامی بود. انقلاب 22 بهمن 57 بود که یک بار دیگه خودشو در قالب این جنگی نشون داد که دقیقاً مثل جنگ 1359، جنگ تحمیلی عراق، که تقریباً تمام جهان اون روز از جمله بلوک شرق، بلوک غرب، جهان عرب، همه توش مشارکت داشتن علیه ایران، به جز یکی دو تا کشوری که حاشیه‌ای هم بودن و ما در نهایت تنهایی اون جنگ رو اداره کردیم. تو این 12 روز هم با وجود همه حفره‌های وحشتناکی که به ویژه به لحاظ امنیتی معلوم شد داریم، ولی از نظر نظامی اولا و ثانیاً از نظر سیاسی و اجتماعی اون انسجامی که خودشون نشون داد، این نشون داد هنوز این انقلاب حرف بزرگی برای گفتن داره و چقدر مهمه این. خب این واقعه به نظرتون تونست تقویت بکنه حاکمیت ملی ما و هویت مستقل ملی ما رو، یا خدشه وارد کرد؟ نه حتما تونست تقویت کنه. من فکر میکنم یه فرصت، یه پنجره‌ای رو باز کرده به سمت حاکمیت، چون یک بار دیگه تقریبا همه ملت، حتی اونایی که میگم اون منظورم از این اونا اقلیت کمی نیستن، اونایی که ما چرونده بودیمشون و هنوز هم میچرونیمشون در تمام نیم قرن اخیر، اذیتشون کردیم. طبقه متوسط شهری که شاه در آرزوی ایجادش مرد، پهلوی، ولی جمهوری اسلامی پدیدش آورد. مثلا چی؟ یه طبقه متوسط بزرگ شهری ما ایجاد کردیم. طبقه متوسط اساساً محصول و مخلوق انقلاب ایرانه.
مال بعد از انقلابه. طبقه مفهوم مالی و اقتصادی نیست که بگیم آقا حقوقشون کم شده نابود شدن. مفهوم بسیار عمیقه که شما نمیتونید بگید که 4-5 میلیون کارمند دولت داریم ما، شامل 1 میلیون معلم، 1 میلیون کادر درمان، 1 میلیون نیروهای مسلح. اینا همه طبقات متوسط شهری هستند. ما 3 میلیون 4 میلیون مغازه‌دار در ایران داریم. اینا همه طبقه متوسط شهری هستند. اینا جمع بزنید با هم دیگه، غیر از کارگرای کارخانه‌های صنعتی که منم اونا رو هم جزء طبقه متوسط میدونم به دلایل که مفهوم عمیق‌تری از طبقه تو ذهنمه. خب ما خیلی از این طبقه اجتماعی متوسط رو که مخلوق خود این انقلاب بودن و نادیده گرفتیم در 20-25 سال گذشته. علایقشون و بعضی وقتا مظاهر اینها رو مورد هجمه قرار دادیم، فشار آوردیم، تحقیرشون کردیم، ولی یک بار دیگه این ملت دست اتحاد و دوستی به سمت حاکمیت دراز کرد توی ماجرای جنگ 12 روزه و یک فرصت بی همتا و البته نه ابدی برای ما پدید آورد که ما بتونیم دوباره اون آشتی بین ملت دولت رو برقرار کنیم و این زیست مستقل، اون گوهر ناب آزادی رو که ما در جریان انقلاب داخلیشو به دست آورده بودیم، در این 45-50 سال گذشته بین المللیش احراز شده بر ما. این 12 روزه تجلی اون گوهر بود دیگه، تجلی سمت بین المللیش بود. این رو پاس بداریم. فرصت خیلی خوبی برای آقای دکتر لیلا، شما اشاره میکنید به شکلی انقلاب اسلامی. بذارید یه قدری بحث رو ببریم عقب‌تر و بنیادی‌تر. من یه طرح سوال بکنم. شما به عنوان یک نظریه پرداز و تحلیلگر به نظرتون مهمترین آورده و دستاوردی که جمهوری اسلامی برای ایران داشته چی بوده و در چه حوزه‌هایی بوده؟ به هر حال به لحاظ اقتصادی ممکنه بشه بحثایی رو مطرح کرد به عنوان دستاورد. مثلا ما تولید کشاورزیمون الان 7 برابر موقع انقلابه، در حالی که جمعیت اون 2 برابر انقلابه. بنابراین ما موفق شدیم که ضریب خودکفایی غذاییمون رو بالا ببریم. مثلا اگر رژیم گذشته قبل از انقلاب ادامه پیدا می‌کرد به این دستاورد نمی‌رسید. از نظر علم تاریخ و علم سیاست ما اگر رو نمیتونیم خیلی روش صحبت، یه تمرین ذهنی جذابه، ولی اگر شما به مستندات سازمان برنامه بودجه مراجعه کنید در سال 56 و 57 اینا انقلاب رو پیش بینی کرده بودن. یعنی از اواخر دهه 1340 مسیر اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران به گونه‌ای پیش میرفت که ایران یا باید منفجر میشد و فروپاشی اتفاق میافتاد توش، یا انقلاب میشد، رژیم عوض میشد. و این چیزی بود که اهالی فن، اونایی که متوجه کار بودن، اونا همون موقع متوجه شده بودن، مثل امیر اسدالله علم، مثل اون دکتر مجید تهرانیان که اون کتاب گزارش اجتماعیشو نوشته، مثل اون گزارشی که سازمان برنامه بودجه به عنوان مقدمه برنامه ششم، من اصلا خواهش میکنم شما بیاید تو این تلویزیون تو اینو نشون بدید، این گزارشو بخونید برای مردم. در اونجا در تابستان 1356 هنوز هیچ خبری از انقلاب نیست، 19 دی‌ای هم فرا نرسیده. اینا یک گزارشی تهیه میکنن، مقدمه برنامه عمرانی ششم، که میگم این حوصله برنامه، این ظرف برنامه شما این دیتیل ها و این جزئیات رو ممکنه تاب نیاره، طول میکشه. یه وقتی دیگه هم میذاریم بحث. بله، در اون گزارش میگن که ما 2 تا سناریو داریم برای اجرای برنامه ششم. خوب دقت کنید، برنامه‌ای که هرگز اجرا نشد. در این صورت در پایان سال 66 ایران 130 تا 140 میلیارد دلار بدهی خارجی خواهد داشت، به شرطی که درآمد نفت سالی 20 تا 25% اضافه بشه، که غیر ممکنه. خود اون برنامه میگه تازه به این شرط غیر ممکن ما اگر بخوایم وضع فعلی رو ادامه بدیم 130-40 میلیارد دلار تا پایان سال 66، یعنی تا پایان برنامه هفتم، بدهی خارجی خواهیم داشت. تازه با اون سطح از درآمد نفتی که اون موقع خود گزارش میگه چنین پولی در دنیا وجود نداره اصلا.
چون شما دارید به قیمت سال 1356 حرف میزنید از دلار. 140 میلیون دلار، 56 معادل 600 میلیارد دلار الانه. و میگه اصلا چنین پولی در دنیا وجود نداره کسی به ما قرض بده. سناریوی دوم اینه که باز ما همین 15-20% رشد درآمد نفتی رو ادامه بدیم. غیر ممکنه ها، خود اونجا میگه. با فرض محال این درآمد، ما در پایان برنامه هفتم در سال 66 34 میلیارد تا 40 میلیارد دلار بدهی خارجی خواهیم داشت. در این صورت باید کمربندها رو جوری ببندیم که آشوب‌ها و آشفتگی اجتماعی قطعی خواهد بود. متوجه میشید آقای برادر چی گفتم؟ به پیش بینی کرده بودن انقلابو. خود سازمان برنامه بودجه. من این گزارشو دارم. این گزارش همین تو کتابخونه سازمان برنامه هست. شما میتونید پیدا کنید. بنابراین من یه ادعای بزرگ میکنم بر مبنای گزارش‌های رسمی دوره شاه. انقلاب 22 بهمن نه تنها گریز ناپذیر بود، بلکه ایران رو نجات داد. سر هر کدوم از این دو تا جمله 100 ساعت هم حاضرم بحث کنم با هر کی بگی. ولی این گزارش ها، مجموعه این تحولات نشون میده که انقلاب ایران نه تنها گریز ناپذیر بود، بلکه ایران رو هم نجات داد. بنابراین ما اگر و اینا نداریم. بله الان 24-5 سال متوسط عمر ایرانی ها افزایش پیدا کرده نسبت به سال 57. جالبه، یعنی در هر یک سال بعد از انقلاب ما 6 ماه به عمر متوسط همه ایرانی ها اضافه کردیم. خیلی ها در انتقاد و در پاسخ این بحث به من میگن که خب آقا بقیه دنیا هم رفتن جلو، مگه توی نیم قرن بقیه نشستن تماشا کنن ما رو؟ یه شاخصی داره Human Development Index سازمان ملل متحد، این HDI میگه. این گزارش، این شاخص میگه که جایگاه کشورها در دنیا کجاست. ما درسته که از سال 2000 در واقع 2014 2012 2011 میلادی تا الان در حال تحریم ها هستیم. بعضی تحریم هایی که مال ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اجتماعی تاریخ بشره از سال 59 شروع شده ها. بعضیش از شب انقلاب شروع شده. بعضی از این تحریم ها که مثلا دیگه تسلیحات ندن به ما به درک یوترن. بله بعضی، یعنی میخوام بگم ما تمام این سالها تحت فشار بودیم. 10 سالش هم تو جنگ بودیم، جنگ رسمی، تو آشفتگی‌های اول انقلاب بود اصلا. و تا دلت بخواد آقای مهدی قلی سوء مدیریت، تا دلت بخواد سوء مدیریت در این اقتصاد. با وجود این رتبه ایران در 50 سال اخیر در شاخص‌های سازمان ملل توی شاخص توسعه انسانی رتبه جهانی ایران افزایش پیدا کرده. الان متوسط رو به بالاست. ما کشور 71 72 73 هستیم. اون موقع 90 91 92 بودیم. یعنی با وجود همه این مسائل و این که تولید نفت ایران، صادرات نفت ایران از حدود 5.5 میلیون بشکه در پاییز 1355 به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده الان. و خب میدونید که از نظر بین المللی به نرخ جهانی، قیمت جهانی نفت در حال کاهش الان در نیم قرن اخیر. همین الان نسبت به سال 2020 میلادی قیمت نفت 15 دلار کاهش پیدا کرده، ولی قیمت مواد غذایی 10 دلار 15% کاهش پیدا کرده، قیمت نفت 10% افزایش پیدا کرده. قیمت غذا بله. من میخوام به شما بگم کامودیتی ها همه در حال افزایش قیمت بودن غیر از نفت که ما صادر کننده اصلیشیم. با وجود این ما رتبمون افزایش پیدا کرده و این در حالی است که من واقعا اصلی ترین متهم سوء حکمرانی ایران رو متوجه حوزه اقتصاد میدونم. حوزه اقتصاد و مدیریت براتون دستاوردها رو هم نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی. فقط تو حوزه اقتصاده. در حوزه اصلی ترین مأموریت انقلاب ایران که بزرگترین دستاورد ما هم بوده این بود که آقا روسای ایران رو پرت کرد به وسط مناسبات قرن 31. این خیلی حرف مهمیه. نگاه نکن که من دارم میگم. میخوام برسیم به بحث بین الملل. آنچه که انقلاب اسلامی برای ایران در عرصه بین الملل رقم زد. ما با تحریم مواجهیم.
چنانچه اشاره فرمودید اول برنامه، ما با شرایطی مواجهیم که قدرت‌های جهانی یک سو سفارایی میکنن در برابر مردم ایران، جنگ تحمیل میکنن به مردم ایران. آیا این هم دستاورد انقلاب اسلامی محسوب میشه؟ بله، برای اینکه شما وقتی شما میگید که سلطه نمیپذیری، ببینید این بستگی داره به اینکه شما چه درکی از ماهیت امپریالیسم دارید. اینم من به شما بگم، وقتی میگم امپریالیسم آمریکا، ما کاری به مناسبات داخلی آمریکا نداریم. به هر حال ایالات متحده آمریکا کشوری است که به ازای 300 میلیون نفر جمعیت 30,000 میلیارد دلار ثروت تولید میکنه. ولی وقتی به به مسائل بین المللی میرسه، کاملا توماس هابزی عمل میکنه. رابطه گرگ و میش، رابطه این که بیا میخواد من یا بردشم یا دشمنیشم. هنوز مناسبات لویاتانی در جهان برقرار نشده و خیلی از کشورها هستن که نمیخوان توی این مناسبات آمریکا رو کد خدا بدونن. دلیل نداره که ما در داخل کشور خودمون میخوایم زندگی کنیم، از ایالات متحده آمریکا بخوایم اجازه بگیریم که چه حرفی رو در داخل بزنیم، چه حرفی رو که ما باید مسائل خودمون با خودمون حل کنیم. این چیزی بود که در جریان انقلاب اسلامی بهش رسیدیم. یک کتابی هست به نام دیپلماسی با صدای بلند. من به شما، به بینندگان محترمتون، به کلیه ابناء و بنات بشر توصیه میکنم بخونید این کتابو. این کتاب با 14-15 نفر از سپهبدها و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی که در ایران مأموریت داشتن مصاحبه کرده. مال دهه 1980 هم هست. همه اینا مردن الان مردن. نویسندش کیه؟ جمع‌آوری کننده وزارت خارجه آمریکا تهیه کرده. مربوط به خوده. بر خودشون تهیه کرد، ما ترجمه کردیم در ایران. ترجمه شده. بخرید این کتاب، الان هست با جلد مشکی 4 جلد. در این کتاب تمام اینها وقتی باشون صحبت میکنی، خود آمریکایی‌ها وقتی با این جنرال ها خودشون صحبت میکنن، میگن ما تعجب میکردیم چرا انقلاب نمیشه در ایران، چرا داره دیر انقلاب. گوش میدی برادر؟ مثلا سال 1352-53 که آمریکا در ویتنام شکست میخوره، تمام این افسرهای آمریکایی که از ویتنام می اومدن با حقوق چندین برابر میان به عنوان مستشار در ایران. من خجالت میکشم جلوی دوربین بگم، اون کتابو بخونید. اینا دوست دخترای ویتنامیشون هم می آوردن با خودشون. این هی میگن آقا ما به اینا میگفتیم اصفهان، شما پایگاه شکاری اصفهان مرکزشون بود دیگه، مستشارای آمریکایی. میگفتیم آقا این مردم اصفهان مذهبی ان، اینا متدینن، ساعت 2:30 شب با ماشین روباست، مست لایعقل، صدای ضبط بلند، عرق خوران، با این دوست دختراتون سر و صدا میکنید تو خیابون. اینا ناراحت میشن ها. اینا نوشته شده در اون. بله آقا، خودشون به خودشون دارن میگن، من که نگفتم که، اختراع من نیست. اینا فاحشه هاشونو می آوردن از ویتنام براشون به خرج ما. خب من نمیخوام به این مناسبات تن بدم. الان میگه چیکار کنم؟ من نمیخوام برگردم به این مناسبات. الان میگه چه کسی رو باید ببینیم ما؟ ها؟ ولی امپریالیسم رابطش با تو رابطه ای که یا باید ازت بترسه حساب ببره پس دشمنشی، یا بردش وسط نداره. به لیبی نگاه کنید، به عراق نگاه کنید، همین عراق الان، به سوریه نگاه کنید، به تمام این کشورها که شاه میگفت خاک بر سر من با این کشور داریم که هواپیمای منو بدونی که بدونن برمیدارن میبرن ویتنام. چندین بار اطلاع میدادن و بعضی وقتا، ولی وقتا هم حوصله نداشتن اطلاع نمیدادن. از همون اصفهان پا میشد F-50 میرفت ویتنامو بمباران میکرد برمیگشت. خب این گوهر با هیچ متر و معیاری قابل مقایسه نیست. من نمیخوام اینو جلوی اقتصاد بذارم. اشتباه بزرگ ما، خیلی هم شیطنت ها، چه در جناح چپ چه در جناح راست، چه در به قول شما اصولگرایان چه اصلاح طلبها، هستن کسانی که یه دوگانه درست میکنن، یه دو قطبی درست میکنن، میگن یا اقتصاد یا آزادی. خب مردم میخوان زندگی کنن. اگه تو این دو قطبی کاذب دروغین پدر سوخته‌وار رو بذاری جلوشون، یارو میگه آقا من میخوام زندگی کنم. خب آقای دکتر الیاس، ببینید وقتی که ما با تحریم از سوی امریکا مواجه میشیم و مصائب اقتصادی بر کشور وارد میشه، سختی ها، تنگی ها ایجاد میشه، نمیتونیم بگیم که اقتصاد در این استقلال طلبیه نقش تأثیر پذیر نبوده. چرا؟ ولی من در مبانی با شما اختلاف نظر دارم.
شما الان تو ژانر همونا حرف میزنید. یعنی چی؟ یعنی تمام سوء مدیریت ها و غارت های سازمانی یافته اقتصاد ایران رو پشت تحریم قایم میکنیم. یه یعنی بار غارت و سوء استفاده که در داخل اقتصاد ایران انجام میگیره و سوء مدیریت ها رو، مثلا 90% مسائلمون داخلی من 35 ساله دارم کار اقتصادی میکنم. من LC بلدم، ثبت سفارش بلدم. زندگی میکنیم با این حرفا. من تو این مدت 20 سال اخیر هرگز به مسئله تحریم بر نخوردم. ممکنه یه کالایی رو اندکی گرانتر بخریم، ممکنه یه پولی رو بخوایم بفرستیم اندکی گرانتر بفرستیم، 2-3%، 4%. من اینو در حکم مالیات ملی برای حمایت از تولید داخلم میدونم البته در عمل، ولی اینا همه یک باره. شما باید به من بگید که ما از سال 1368 تا 1386 بدون اینکه بخوام جناحی صحبت کنم و به دولت خاصی اشاره کنم، به مدت 18 سال منظما رشد اقتصادی مثبت داشتیم و بسیار بالا. من حالا یه نکته دیگه به شما بگم. از بهمن 1398 تا الان 66 ماه گذشته، حتی یک ماه نبوده که ما رشد اقتصادیمون منفی شده باشه. متوسط رشد اقتصادی ایران در 66 ماه گذشته 4% بوده، یعنی از متوسط رشد اقتصادی جهان و همسایگان ایران بیشتر. برادر این سه تا دولت هم داشتیم ما، دولت آقای روحانی، دولت آقای رئیسی، دولت آقای پزشکیان. برای اینکه من بهت بگم این جناحی نیست، چون آدم‌ها یا دزدن یا نیستن، ربطی به جناح سیاسیشون نداره. آدم‌ها یا کارآمدن یا نیستن، ربطی به جناح سیاسیشون نداره. ها؟ خب ما خودمون سیستم اقتصادی رو به گونه‌ای سامان میدیم که از توش ناکارآمدی در میاد. یعنی مدیر کلی میگه لیلا منو با سازمان بازرسی کل کشور در ننداز، من حوصله ندارم، هر چی بخواد بشه. 1000 دفعه اینو گفتم، این دفعه 1001. بله، برگشت پذیری اخلاق و مسئولیت پذیری در حوزه مسئولی، نه فقط اون گوهر گم شده. نه فقط شما اینو به بروکراسی در واقع فرو میکاهید که بسیار مهمه. من بروکراسی رو الان خطر بزرگ ایران میدونم، ولی سیستم اقتصادیمون هم هست. مثلا فرض کن احترام به مالکیت. آقا این خیلی بده که در یک کشوری دزدی مباح باشه ولی استفاده از پول دزدی نه. معنی این حرف چیه؟ یعنی که اینجا بدزد برو دبی خرج کن داداش. آقا داریم میبینی به چشم خودت نیست اینطوری؟ آقا اینجا بدزد برو مالت خرج کن، برو کانادا خرج کن. نظام اقتصادی ما تولید ثروت و کاری نداره ها، به خصوص در قسمت غیر حلالش. ببین وقتی شما دلار 28 و 500 الان چرا انقدر اصرار میکنن به واردات برنج؟ شما نگاه کن ورزش ایران چی میگذره. من میخوام به شما بگم این که دوگانه ایجاد کنید بین اقتصاد و بین آزادی، به خصوص آزادی بین المللی، و بسیار خطرناکه. هم دروغه هم غلطه و بسیار خطرناک. چرا؟ چون بروندادش وابستگیه، برگشت به وابستگی و بردگیه. آقا شما میگه اگه میخوای زندگی کنی لیلاز باید بری برده بشی. من این گزاره رو قبول ندارم. با هر اقتصاددانی که بگید حاضریم، من حاضرم صحبت کنم در یک محیط آزاد دوستانه. متشکرم آقای دکتر لیلا، سپاسگزارم از شما که مهمان ما هستید. راهبرد رو ادامه خواهیم داد در گفتگو با آقای دکتر لیلا. یه بخش رو ملاحظه کنید، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. با بروکس چرا پریشونی چیه مسئله؟ ما بهدله، خب دست من سر به دو حله. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز همه شما به خیر. خانم ها آقایون، به طبیب امروزمون خوش اومدید. به طور کلی این برش قرنی است. تخم مرغ بهترین پروتئین جهان رو داره. طبیب، شبکه سگ سیما.
راهبرد رو از شبکه یک سیما تقدیم نگاه گرم و مهربان شما عزیزان می‌کنیم. جناب آقای دکتر سعید لیلاز مهمان من هستن. آقای دکتر لیلاز، ما در بخش قبل به این پرداختیم که اساساً دوگانه آزادی و نان غلطه. نظر جناب عالی این بود و بسیار مختصر و بله بسیار مختصر با توجه به مقدوراتی که در زمان برنامه داریم. منم البته عرض کنم چون این نکته گفتید، بارها من گفتم نظرات شخصی اینجا اجازه ندارم مطرح کنم. من باید زمینه بحث رو برای میهمان محترم فراهم بکنم و طرح مباحثی که میتونه ما دعوامون با جناب عالی است. ما بگم که اختیار دارید. نه میخوام بگم که دوستان بیننده هم بدونن من اساسا نظر شخصیمو روی آنتن تلویزیون اجازه ندارم بیان کنم و هیچ وقت این جسارت رو محضر ملت ایران نمیکنم. اما آقای دکتر چون اشاره کردید به مسائل بین الملل، ببینید ما یک سو امریکاست. درسته ما در جنگی که اتفاق افتاد با رژیم صهیونیستی جنگیدیم، شما فرمودید همه ناتو به میدان آمدن، ولی همه ما میدونیم مسئله اصلی ما با امریکاست. از 28 مرداد اگر بررسی بکنیم تا همین امروز که خدمت جناب عالی هستیم و داریم گفتگو میکنیم، در 4 شهریور ماه 1404 قالب و الگویی که روابط ما با امریکا داشته چطور بوده و چه چشم‌اندازی متصوره؟ یک کتاب خیلی خوبی نوشته یک نویسنده ایرانی الاصل آمریکایی به نام آقای جان قزوینیان به نام تاریخ روابط ایران و آمریکا. هیچ چیزی جای مطالعه رو نمیگیره. ما تو نیم ساعت چی میخوایم بگیم؟ ولی من به ملت همیشه در صحنه پیشنهاد میکنم که اون کتاب رو اسم کتاب از تاریخ روابط ایران و آمریکا در 3 قرن اخیر 1720 تا 2020. البته اون کتاب زیادی به نفع ایران هم گرفته ها، نویسنده آمریکاییه. ولی من میگم 28 مرداد رو فراموش کنیم. موقع انقلاب، ما موقعی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد من توش بودم ها، من توش بودم. موقعی که ازش هم نه پشیمونم نه میگریزم. تئوریسینش منم، اصلا یه مدافع هم داشته باشه منم. ما وقتی انقلاب شد اصلا نگاهمون به مسائل بین المللی به قدری ساده و بسیط بود که همین الان در شبکه‌های اجتماعی شما نگاه میکنی خیلی ها ابراز نارضایتی میکنن و فحش میدن به کسایی که میگفتن آقا F-14 رو پس بدی، داره تانکای چیفته رو قراردادش رو لغو کردیم، F-14 رو میخواستیم پس بدیم، بحثش مطرح شده و جدی. برای چی؟ برای اینکه میگفتیم ما که نمیخوایم با کسی بجنگیم. ما یک انقلاب بزرگ مردمی کردیم در داخل خودمون، میخوایم تو خودمون ملتمون رو بسازیم با یک الگوی نوینی. طبقه روستایی ها هجوم آورده بودن تو ساختار سیاسی کشور برای اولین بار در تاریخ ایران و میخواستن و داشتن سرنوشت خودشون از طریق شهر و شهرنشینا به دست میگرفتن. ما اصلا با دنیا بحثی نداشتیم که بخوایم با دنیا به هم بزنیم و همه شواهدم نشون میده نیروگاه اتمی بوشهر تا اواخر جنگ همینطور خاک خورد و کسی بهش نگاه نمیکرد. میگفتن آقا اینا قرتی بازی بوده. چه اتفاقی افتاد؟ در آبان ماه 1358 محمد رضا پهلوی رو آمریکایی‌ها بردن به آمریکا. الان که اسناد اون دوره اجازه انتشار پیدا کرده در وزارت خارجه آمریکا، اون معلوم شده خود اینها در داخل سفارت آمریکا در تهران هی به دولت آمریکا هشدار میدن آقا نکن این کارو. اینا تجربه 28 مرداد دارن، میترسن و نگران میشن، فکر میکنن ما دوباره شاهو میخوایم بیاریم. نبرید. میدونید که یه آمپول هم بهش نزدن تو آمریکا، یه آمپول هم بهش نزدن، هیچی. یعنی اصلا شاید عامل، یعنی مرگش شاید تسریع هم شد در اثر رفتن به آمریکا. بعداً ما فهمیدیم که جمهوری خواها میخواستن تو کار دموکرات‌ها بذارن. تو خود وزارت خارجه آمریکا هم دعوا بود بین سایروس ونس و آقای وزیر خارجه شون مشاور امنیت ملی آقای برژینسکی و محصول این دعوا چه در داخل دولت چه در بیرون دولت که میخواستن تو کاسه دولت آقای کارتر بزنن این بود که شاه آوردن آمریکا، یعنی یه توطئه. اینا هم در واکنش ریختن سفارت رو اشغال کرد. گذشت، دعوا میشد و جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و وقتی ایالات متحده آمریکا یقین پیدا کرد که ایران شکست نمیخوره مستقیما وارد جنگ شد، در حالی که این جنگ ایران و عراق و جنگ آمریکا و ایران نبود.
هم کشتی دو تا سکوی نفتی ما رو زدن، هم هواپیما رو ساقط کردن، هم مسافربری. ما اومدیم ایران تبدیل شد به یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت با آمریکا. شما اینو میدونستید آقای مهدی قلی که ایران سالی 4 میلیارد دلار، اینایی که میگن اگه اقتصاد برقرار کنیم با آمریکایی‌ها ولمون میکنن، به قدری این حرف ساده لوحانه است. برای که ما در سال 1373 و 4 به قدری صادرات نفتمون با آمریکا افزایش پیدا کرد که یک شرکت آمریکایی به نام کنوکو اومد در ایران سرمایه گذاری کنه. یا آقای به نام آلفونسو داماتو سناتور در آمریکا رفت یه مصوبه‌ای رو در کنگره آمریکا گذرون به نام قانون داماتو که اولین قانون فرامرزی تاریخ آمریکا هم است و شاید تاریخ بشر. دوباره اره بده تیشه بگیر. ما که کوتاه آمده بودیم برای بار دوم تا رسیدیم به 11 سپتامبر. بعد از 11 سپتامبر دولت آمریکا بنا به دلایلی که هیچ ربطی به 11 سپتامبر نداشت هم رژیم صدام حسین رو سرنگون کرد به خاطر نفتش، هم افغانستان رو اشغال کرد. به محض اینکه آمریکایی‌ها این کار رو انجام دادن، در هر دو تا کشور آدمای خودشون رو مستقر کردن. یه رستوراندار رو در افغانستان گذاشتن، یه مش جوکر هم در عراق سر کار آوردن. آقای جورج بوش رفت توی کنگره آمریکا یه سخنرانی کرد و در اون سخنرانی ایران رو محور شرارت اعلام کرد. شد چند تا آقای علی مهدی قلی؟ 3 تا. 3 بار تلاش ایران برای عادی سازی روابط با ایالات متحده و پاسخ 100% منفی و خائنانه آمریکا در عمل. ایران شد محور شرارت. 3/4 مرزهای ایران رو سرباز آمریکایی گماشتن. هر روزم گفتن ما رژیم میتونیم میخوایم سرنگون کنیم. بنابراین ما دوباره افتادیم توی جنگ با آمریکا و دعوا با آمریکا. اره بده تیشه بگیر تا رسیدیم به سال 94 خودمون 2015 میلادی. آقا 2 سال مذاکره. اصلا در انتخابات سال 1392 یه مصالحه بین ملت و حاکمیت صورت گرفت. از هر دو طرف حرکت کردیم به سمت مرکز. آقای روحانی شد محصولش. دولت آقای روحانی شد محصولش و این دولت بلند شد رفت با آمریکایی‌ها گفتگو کردن، مذاکره کردن که من اون مذاکره رو برجامش رو در اون موقع بسیار شرافتمندانه میدونستم و یعنی مبنای شرافتمندانه دونستن یک تعهد، یک معاهده، یک قرارداد اینه که آیا شما همه زور ژئوپلیتیک تو به کار بردی یا نبردی. معلومه که وقتی ایران با کل جهان غرب میخواد قرارداد ببنده این برابر نمیتونه باشه. هر چقدر که ما زورمون رسید تونستیم و گرفتیم. به اون مذاکره کنندگانمون هم اعتماد داشتیم. اون موقع رسیدیم به برجام. آقا از این برجام که گذشتیم سر سوزنیش اجرا نشد تا وقتی آقای ترامپ اومد روی کار و یک جانبه اینو قطع کرد. من به شما میخوام عرض کنم من اصلا کاری به اون 250 سال قبلش ندارم. فقط و فقط از انقلاب اسلامی به این طرف هرگاه ما به آمریکایی ها علامت مثبت دادیم مبنی بر علاقمندی به آزادسازی عادی سازی روابط، پاسخی شنیدیم که این آخریش بود، 5میش در وسط مذاکرات. و خب اینجا دیگه ما پیش بینی می‌کردیم دیگه، بالاخره خوبی تاریخ اینه که به شما تجربه‌ای میده برای آینده. در وسط مذاکرات حمله نظامی بسیار بسیار شدیدی به ایران شروع شد و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در تاریخ بمب‌هایی رو به کار برد که تا حالا به کار نبرده. یعنی یه فوت دیگه می‌خواست تا بمب اتمی. بابت چی آقای مهدی قلی؟ شما میگید داشتید با آمریکا مذاکره نمی‌کردید این کار شد؟ بگید آماده مصالحه نبودید این اتفاق افتاد؟ بگید که حاضر نبودید غنی‌سازیتون رو به 3.5% برگردونید این اتفاق افتاد؟ نه. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک نیروی امپریالیستی، بزرگترین امپریالیسم تاریخ بشر که در مناسبات داخلی خودشون با هم خیلی محترمانن، ما با اونم کار نداریم، ولی در مناسبات بین المللی کاملا توماس هابزی عمل میکنن. یعنی فقط بر مبنای قدرت وجود یک کشور مستقل مثل ایران رو بر نمیتابه برادر. خب آقای دکتر لیلاس، پس با این کیفیت شما میفرمایید مسئله بین ما و امریکا حل شدنی نیست؟ به این شکل نه حل شده. این نافی مذاکره نیست آقای برادر. میخوام به هم برسیم. نه یعنی باید مذاکره نافی مذاکره نیست.
به هیچ وجه نافی دیپلماسی نیست، به هیچ وجه نافی این که شما روابط عمومی جهانی رو بخرید نیست. ما دلیل نداره افکار عمومی جهان رو علیه خودمون بشورونیم با حرف هامون. عنایت کردید؟ ولی اگر کسی در داخل فکر کنه که این دیپلماسی، این روابط عمومی، این در واقع مذاکرات ممکنه که به شما پروتکشنی بده، حمایتی بده، سپر امنیتی بده، اشتباه میکنه. ما باید روابطمون رو با ملتمون احیا کنیم و اصلاح کنیم، ملتی که تا پای جان بایستن. نگاه کنید به جنگ ایران و عراق، نگاه کنید به همین جنگ 12 روزه اخیر که تمام کسایی که ما آزارشون داده بودیم به عنوان حکومت و دولت، همه اومدن پای کشورشون ایستادن بی قید شرط، بی قید شرط، بدون سهم خواهی. بعد از اینکه جنگ هم تموم شد رفتن خونه هاشون بندگان خدا. ما باید اقتصادمون رو نیرومند کنیم آقای مهدی قلی. این اقتصاد نیرومند کردن با لغلغه زبان نمیشه. باید تشکیل سرمایه در ایران از سر گرفته بشه، مالکیت باید محترم شمرده بشه، باید قوانین هر روز تغییر نکنن. اقتصاد ایران باید با حفظ قدرت خرید طبقه متوسط به پایین و این شدنیه ها بره به سمت آزادسازی. هر آزادسازی به معنی رانت‌زدایی و دزدی‌زداییه. هر کی با آزادسازی مخالفت کرد در عمل داره از دزدی طرفداری میکنه، چون خود مطالعات دولتی و حکومتی میگه 70% یارانه‌هایی که به مردم داده میشه از طریق دلارهای قیمت گذاری شده، این به جیب دلال‌ها میره و سر از کانادا و اونجاها در میاره. ما یک مثلث باید تشکیل بدیم، یک ضلعش نیروهای مسلح قوی، یک سازمان امنیتی نیرومند. نیروهای مسلحمون خیلی خوبن ولی بودجه کافی ندارن، ولی دستگاه امنیتمون بازنگری و بازسازی اساسی میخواد. آقا دستگاه امنیتمون بازسازی اساسی میخواد. یک رابطه مشروع ملت دولت بسیار نیرومند و یک اقتصاد نیرومندی که تو وسط همین تحریم شدنیه. نشانش رشد اقتصادی 65 ماه گذشته، نشانش رشد اقتصادی 18 سال منتهی به سال 86 که متوسطش 5%، 5.5% در سال بوده و یه عملکرد درخشانی. همین باعث ارتقاء جایگاه ایران در سطح بین المللی شده، با وجود این سقوط آزادهای وحشتناکی که مثلا ما سال 97 و 98 داشتیم، مثلا سال 1391 و 92 داشتیم. با وجود این اقتصاد ایران همچنان بنیه بسیار نیرومندی داره. من عرضم اینه که ما افکار عمومی جهان رو نباید از دست بدیم، مذاکرات رو نباید میزش رو ترک کنیم، ولی با قدرت. و این قدرت در حوزه مادی ممکنه. اگه کسی فکر کنه بدون قدرت مادی اصلا راهتون میدن سر میز مذاکره، خیلی خام‌اندیشیه. من توجه شما رو به کنفرانس ورسای در 1918 و 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول دعوت میکنم که یه هیئت دیپلماتیک ایران، حالا ما به قجر هی فوش هم میدیم، ولی یه هیئت دیپلماتیک این بیچاره ها برداشتن، آدمای بسیار بسیار شریف و میهن دوستی هم بلند شدن رفتن اونجا، هر کاری کردن راهشون ندادن تو مذاکره. 50-60 کشور بودن و ایران راه ندادن به خاطر اینکه ضعیف بود، به خاطر اینکه حامی نداشت، به خاطر اینکه بریتانیا به تنهایی جلوی حضور ایران در این کنفرانس. ما آسیب‌های جدی از جنگ جهانی اول دیدیم ولی سر میز سفره پخش کردن غنایمش نبودیم چون ضعیف بودیم. و این درسی است به تمام ما آحاد ملت، رهبران کشور، که باید نیرومند بشین و این نیرومندی از مشروعیت و اقتصاد شروع بشه. همون تعبیری که فرمودند رهبر معظم انقلاب، اتحاد مقدس و از برای اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی که یک ضرورت انکار ناپذیر. کاملا صحیحه، ولی من بازم نگرانیمو بذارید بگم در حضور شما که فرمایش مقام معظم رهبری در عمل تبدیل به شعارهایی میشه که خود شعاره میمونه ولی عملش متناقض. آقای دکتر، یکی از گلایه‌مندی‌های شخص رهبر انقلاب هم همینه. آقا ما میام شعار سال انتخاب میکنیم، فقط میبینیم رو سربرگاست، رو بیلبوردهای خیابون هاست، نه اینکه در عمل اتفاقی در حوزه دولت و دستگاه اجرایی نمیفته. نمیخوام بی‌انصافی کنم ولی واقعیت اینه انقدری که در عرصه تبلیغات ما بهش میپردازیم، در حوزه تقنینی، در حوزه اجرایی و در حوزه نظارتی کمتر به این موضوع. آقای دکتر ببین، اگر گله‌مند نمیشه آقای جبلی و سانسورش نمی‌کنید، یکی از متهماش خود صدا و سیما. چرا؟ تو این 12 روز جنگ
خب سعی کردن یه کارایی بکنن ولی باز برگشتیم به تنظیمات کارخانه. یعنی و مردم اگه بفهمن که ابزاری داریم از وفاق استفاده میکنیم خیلی بده. آقای دکتر من نمیخوام اینجا از سازمان دفاع کنم و اصلا چنین دعوی نداشتم و ندارم. حق همه اعضای جامعه است حتی در صدا و سیما بیان نقد بکنن. ولی یک واقعیتی، آیا مثلا همین برنامه راهبرد نیامد فضا رو برای حضور چهره‌هایی که مدت‌ها بود در تلویزیون نبودن؟ ولی یکی دو تا برنامه که فایده نداره. بعدم من فقط سیاسیش نمیگم، صدا و سیما از جنبه اجتماعی فرهنگیش کاملا رها شده، یعنی فرعی انگاشته میشه. به شما عرض میکنم 80% مردم موضوع زندگیشون سیاست نیست، میخوان زندگی کنن و جای خالی صدا و سیما کاملا احساس میشه اینجا. فقط هم صدا و سیما نیست، ما کارهای دیگه میکنیم توی این شرایط که اصلا من درکش نمیکنم. یکی مثلا این حذف 4-0 به قول بیهقی میگه داد از تن خیش بدهم که به داور محتاج نباشد. من درک نمیکنم الان چرا این 4-0. هر حرکتی رو در این زمینه باید مراقب باشیم که وحدت شکنی نکنیم. کارهایی که هیچ ضرورتی نداره، هیچ علتی نداره انجامش، آدم نمیفهمه انگیزه علنی و فایدهش چیه توی مقطع الان رو ما باید پرهیز کنیم. دولت بایستی مراقب بوروکراسی خودش باشه. ما برگردیم به سمت احترام به سرمایه گذارها. آقا اگر پولدار بودن در ایران جرمه بگید به مردم. من به عنوان آدمی که پولدار نیست میگم با خودم پولدار نیستم، من جز طبقه مردم معمولی مردمم. ولی اگر سرمایه داری جرمه بگید به مردم، اگر نیست بذارید کارشونو بکنن، بگذاریم کارشونو بکنن. ایران کشوری است که همین الان اگر اراده کنه با کمک بخش خصوصی خودش میتونه بسیار بسیار شکوفا بشه. شما من میگید مشکل ایران تحریمه تو اقتصاد، من به شما یه آدرس روشن میدم. سهم تشکیل سرمایه یعنی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از سال 84 تا الان نصف شده. آقا نصف شده. شما میگید من جذب سرمایه خارجی میخوام بکنم. میدونید ما در بهترین سالها در اقتصاد ایران 150 میلیارد دلار تشکیل سرمایه داشتیم سالانه. در بهترین سالها 5 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم. شوخیه برادر؟ سرمایه خارجی در مقابل سرمایه داخلی، بخش خصوصی، بله و دولتی، بخش خصوصی و دولتی. ببین الان ما در بخش دولتی امسال فکر میکنم ما 4000 همت نقدینگی جدید منتشر میکنیم در ایران. 4000 همت. چرا باید 1/5 این 1/6 این عدد سرمایه گذاری دولت در اقتصاد بشه؟ بقیهش کجا میره؟ و دولت کوچیکی هم هست. دولتمون هم میدونید که کوچیکه، هی کسی بودجهشو بزرگ میکنن، بزرگ نمایی میشه. مثل خیلی از چیزهای دیگه در ایران بزرگ نمایی خیلی بیداد میکنه. برای اینکه شما دیده بشید تو شبکه‌های اجتماعی، اوضاع رو هرچی وخیم‌تر نشون بدی بیشتر دیده میشی. خب من با این مخالفم. من معتقدم شما 1000 امکان در داخل دارید برای حکمرانی بهتر که بتونیم این کشور رو درست اداره کنیم. آقای دکتر من یادمه ما سال 85 خدمت جناب عالی با دوست عزیزمون جناب آقای جانبخش که هر جا هست ان شاء الله تنش سلامت برنامه ایران در مسیر توسعه رو می‌ساختیم در رادیو. اون موقع هم ما از این صحبت‌ها با هم می‌کردیم و اون موقع هم بود. پس یه تعبیری داشتید آقای دکتر. پس ببین مشکل تحریم نیست. قبول دارم. من حالا میگم که من اینجا نباید نظر شخصی بگم. ولی یه تعبیری داشتید آقای دکتر. اون تعبیر رو می‌خوام اینجا به کار بگیرم. تعبیر خودمانی بود که شاید بین مردم ما هم خیلی رواج داشته باشه. آقا اگه ناموسیه نگید. نه اختیار دارین، اتفاقا خیلی هم مقدسه. آقای دکتر میگفتین حضرت عباسی اینطور نیست. آقا حضرت عباسی رهبر معظم انقلاب به تاکید بر اهمیت دادن به بخش خصوصی تاکید نمی‌کنه. ولی واقعیت اینه که ما بعد عمل کنیم، بیام تو میدان. آقا نظریه هست، عزم هست، حتی جهتگیری درست هست، ولی واقعیت وقتی شما شاخص‌ها رو ما تو همین شبکه یک برنامه اقتصادی متنوع واقعا مختلف داشتیم و داریم که وقتی ارزیابی می‌کنیم می‌بینیم آقا نشد آنچه که باید. در برنامه چیزی می‌نویسیم، حالا اون که نقد هست به برنامه نیست به جای خودش، ولی در عمل و در میدان اتفاق دیگری رقم می‌خوره. بعد ببینید علتش چیه؟ علت اینها مثلا فرض کن تغییر خلق الساعه قوانینه، مقررات دولتی. علت اینها اینه که ما الان به ازای هر یک مجری 6 تا ناظر داریم و ای کاش فسادمون کم میشد.
کاش فساد اون کم میشد. شما الان این فساد در ورزش ایران رو ببینید، هی میگن خودروسازی، اونجا هم فاسده، شبکه بانکی هم فاسده، ورزش ایران. و اگر میگفتیم که ایران یک کشوری است که رهاست، باز میگفتیم اب نداره. بعد نگاه میکنیم میبینید دستگاه‌های نظارتی ماشاءالله الا ماشاءالله مشغول کارن. فقط اونجا که کار اساسی میخواد بیاد بیرون، نتیجه میخواد بیاد بیرون، شما نمیبینید. آقا من پیشنهاد میکنم به شما یواشکی یه دوربین مخفی بردارید از صدا و سیما، برید یه مجوز بگیرید برای گرفتن یه مجوز، ببینید چی بابایی در میارن از متقاضی. ما که آقای دکتر واقعا تو این زمینه حداقل میتونم بگم بخش خبرمون همین گروه اقتصاد شبکه یک واقعا مکرر در مکرر پیگیره و در این زمینه به طور خاص کوتاه نیامده. در موارد دیگه هم همینطور. ببینید آقای دکتر، عزم و اراده ای که باید در بین مردم مسئولین بر سر اولویت ها باشه. ما از شما تحلیلگران آموختیم که مسائل مهم هستند، اما باید به مهمترها پرداخت. مهمترها در کشور ما چیه؟ اولا که جنبندی اگه بخوایم بکنیم 2-3 دقیقه بچه‌ها اشاره میکنن فرصت داریم. اولا که یک نظام مستقلی که آینده خودش میخواد رقم بزنه وجود داره. و فقط وقتی از بین بره، خدا نکنه اون روز بیاد، من امیدوارم اون روز مرده باشم، خواهید فهمید که چه چیزی رو از دست دادید. اتحاد شوروی که فرو پاشید، مردم همین الان دارن تو سر خودشون میزنن. ما حکومت ممالیک در مصر که فرو پاشید، معلوم شد چه گوهری از دست رفته. میدونید چی دارم میگم؟ یعنی فقط در نبود این دستگاه که 1000 بار بهتر میتونه اداره بشه، 1000 بار بهتر و شرافتمندانه تر میتونه با مردمش رفتار کنه، در نبودش ما خواهیم فهمید چه گوهری رو از دست میدیم. و این گوهر آزادی که تو حاکم به سرنوشت خودت هستی. این چیزی است که دیگرانی که بیرون از ایران هستن بر ما قبطه میخورن که خوشحالی اینه که دارن ما نداریم. برید تمام جهان عرب رو بگردید، تمام جهان اسلامی رو بگردید، متوجهش میشید. و جمله پایانی، حکمرانی درست کشور رو اداره کنید، مردم خودمون رو ببینیم، طبقه متوسط رو ببینیم و بدون مردم این نظام هیچی نیست. ببینید کشورهایی در حد ایران برادر یا مستبدن بنابراین وابستن، یا غیر وابستن متکی به مردمشون هستن. سومی وجود نداره. نمیتونید ملت خودتون رو نادیده بگیرید و بعد با نظم بین المللی موجود در بیفتید. ما مبنای قدرتمون اینها هستن. برید به مقبره شهدا تو تمام روستاهای ایران، تو خود بهشت زهرا نگاه کنید، اینا همه از روستاهای ایران برخواستن. من این جای دیگه ای تئوریزه کردم، جنگ ایران و عراق جنگ روستای ایران و عراق بود. شهر به معنی اون شهر سال 57 تا نه الان. نه تو انقلاب نقش داشت نه تو جنگ. این خیلی الان این یه ملتی اومد سرنوشت خودشو به دست گرفت، داریم هم از اون آرمانهاش دور میشیم، ولی قابل بازگشت این جنگ 12 روزه به ما اینو نشون داد. اینجوری هم نیست که وقتی میگیم آرمانها یعنی گرسنگی باید بکشیم. من باهاش مخالفم با این حرف. این حرف نه تنها غلطه علمیه، بلکه یک رذیله سیاسی هم هست از هر طرفی که میخواد گفته بشه، چه چپ چه راست. کی گفته که ما چون مستقلیم باید فقیر باشیم حتما، یا اگه بخوایم غنی بشیم باید حتما وابسته بشیم؟ به هیچ وجه من این دوگانه رو قبول ندارم. خیلی متشکرم آقای دکتر سعید لیلاز از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و به گفتگو با جناب من البته خیلی خویشتن‌داری کردم، به همین دلیل امیدوارم که با کمترین تغییر و حق اضافه منتشر بشه. ان شاءالله که این برنامه مورد توجه بینندگان عزیز و ارجمند ما هم قرار میگیره. واقعیت همان است که آقای دکتر لیلاز هم اشاره کردند. منبع قدرت ملی ما شما مردم عزیز و سربلند ایران هستید. اینا واقعا شعار نیست، شاید ما مجریان و گویندگان زیاد تکرار کردیم و تبدیل به یک کلیشه شده، ولی یک باوره و یک حقیقته که ملت ایران با تکیه بر کهن الگوهای خودشون، با تکیه بر همون میهن دوستی، با تکیه بر عقاید مذهبی و معنوی خودشون تونستن ایران رو به جایگاه‌های رفیعی برسونن. اگر انشالله این انسجام
باز هم در دستور کار همه ما، همه مسئولین، همه احاد جامعه قرار بگیره، قطعا روزگار بهتر از این هم در پیش رو خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهیتون. وقت بخیر و خداحافظ. آقای دکتر خیلی متشکرم.